الان هم قرار شد که یک کمکی بدیم، منتها متناسب با شرایط و تورم یک ساله و فشارهایی که به مردم اومده. اصلش تفاهم شده به لطف خدا، داریم کارهای اجراییش رو تنظیم میکنیم. امیدوارم که به فضل الهی بتونیم در همین اواخر بهمن و نیمه اول اسفند یه جبرانی ما بدیم به خانواده که بخشی از این فشارها انشاءالله جبران بشه. همینجا لازمه توصیه کنم از همه کسانی که میخوان حرف بزنن یا در جلسات بودن، بی جهت عدد رقم‌های الکی منتشر نکن. عده‌ای هم جیوا رو گشاد نکنن بگن خب حالا آماده بشیم که اگر چیزی رفت تو جیب مردم فوری اینو بیاریم بیرون. باید تعزیرات و سازمان نظارت یه مقداری جدی‌تر بگیرید. البته دارید زحمت میکشید، باید فشار بیشتری بیارید. نذارید که علاوه بر بالاخره فشارهای دشمن یه عده‌ای هم اینجا مالیات چه میکشن روشو فشار رو اضافه کنن بر مردم. به نظرم رقمش نسبتاً خوب هست و برای حداقل 7 دهه جامعه تا حدود زیادی جبران میکنه بعضی از نواقصی که ما امسال داشتیم.